خب اومدم نشستم، یعنی لم دادم رو کاناپه که با هم دیگه حرف بزنیم. یه چند روزه دارم هی خودم رو هول میدم، اصرار میکنم که باید پاشی ویدیو ضبط کنی. هیچ موضوعی هم واسه حرف زدن ندارم، یعنی هیچ چیزی نیست که بخوام اینجا ثبتش کنم، روایتش بکنم. زندگی منم زندگی پرهیاهویی نیست، خیلی چیزه، خیلی یک نواخته، خیلی حتی میشه بهش گفت خیلی حوصله سربر به نظر میاد برای روایت شدم. خلاصه داشتم به خودم اصرار میکردم که پاشو بعد این کار بکنی، هفته قبل شروع کردی، باید اینو استمرار داشته باشی و اینا. هی میگفتم خب چه کار کنم، چی رو باید بیام اینجا در موردش حرف بزنم. خلاصه گیر این کمالگرایی و این نتیجه گرایی افتادم دیگه. یعنی هم میخوام یک چیزی باشه که خیلی تر و تمیز و به درد بخور باشه. اصلا همین که به درد بخور باشه به نظر من فاجعه است برای این کاری که میخوام بکنم، چون قرار نیست اینجا که من محتوا تولید کنم یا یه چیزی آموزش بدم یا حتی اینجا یه کانال سرگرمی باشه. که من اینجا میخوام خودم رو روایت بکنم. اصلا میتونه بسیار این روایت کند پیش بره، میتونه بسیار حوصله سربر پیش بره. اصلا برام، یعنی با احترام به همتون، برام واکنش اون مخاطب مهم نیست. یعنی نباید باشه، هست و مهم هست، صادقانش هست. نباید برام واکنش مخاطب مهم باشه. برام باید مهم این باشه که من این کار رو انجام بدم چون میخوام اینجا خودم رو بلند بلند روایت کنم، داستان زندگی خودم بگم، اتفاقایی که برام میفته و میخوام یه جای عمومی باشه. میدونم این کار میشه نشست تو دفتر خاطراتت نوشت اگه برات مخاطب مهم نیست، ولی همزمان با این که مخاطب برات مهم نباشه میخوام لحاظ کنم که دارم لخم این کارو میکنم، برهنه این کارو میکنم، یه جور دارم خودم رو برملا میکنم، در صورتی که حالا اون بازخوردش مهم نباید برام باشه که مخاطب خوشش میاد خوشش نمیاد یا هرچی. خلاصی گیر این افتادم و بعد یه چی اخلاقی جدیدن توی خودم کشف کردم. جدید نیست البته، ولی یه مدت زیادی دارم انکارش میکنم که حتی اون کمالگرایی و نتیجه گرایی هم بهونه اون اخلاق است. یعنی من یه اخلاقی دارم که اون اخلاقه در واقع بیشتر جلوی منو میگیره و اونم اینه که من خیلی سعی میکنم انگار یه تصویر شسته رفته از خودم نشون بدم، یه تصویر تر و تمیز و چی میگن همچین شکیل فرهیخته، یه همچین تصویر انگار سعی میکنم این تصویر رو حفظ کنم، در صورتی که اینجوری نیست دیگه. حالا میدونم یه بخشی زیادش از کجا آب میخوره. مثلا آدم توی این اینستاگرام و اینا وقتی که میشینه در مورد یه موضوعی صحبت میکنه، خب داری در مورد یه موضوعی صحبت میکنی. مثلا من نظرمو میگم مثلا در مورد هر چیزی، در مورد یه موضوعی، در مورد اعدام، در مورد فمینیسم، در مورد هر چیزی، در مورد حقوق بشر مثلا، من نظرم در مورد اون قضیه میگم. اما فقط این نظر من در مورد اون قضیه است دیگه. این تمام من که نیستم. خصوصیات من، اخلاق من، مدلی که زندگی میکنم، اینا فقط اون در واقع باورهای منه، مدلی که به قضایا نگاه میکنم و میام اونو خیلی حالا شسته رفته اونجا میگمش، میشینم جلو دوربین تر و تمیز در مورد همون موضوع صحبت میکنم. انگار از خودت یه شات میگیری، انگار از خود یه تصویر میسازی که حالا مخاطب اونو اصلا قبول میکنه قبول نمیکنه کاری نداریم، ولی خب مخاطب که کلا اونجوری تو رو میبینه دیگه. مثلا میگم، برای مثال میگم، نمیبینه که تو مثلا توی زندگی شخصی چجوری رفتار میکنی. حالا نکته وحشتناکش اینه که تو وقتی یه مدت زیادی این کار رو انجام میدی، حالا من خیلی وقت نیست این کار رو انجام میدم توی این اینستاگرام، یک سال خورده ایه، ولی به هر حال برای من زیاده همینم. وقتی یه مدت این کار رو انجام میدی اون تصویر رو خودت هم باور میکنی. مثل این میمونه که تو یه مدتی با آرایش همش میگردی و بعد دیگه نمیخوای خودت رو بدون اون آرایش ببینی، تصویر واقعی خودت رو تصویر با آرایشت میبینی. حالا منظورم تصویر آرایش خانم‌ها فقط نیستا، آقایون هم همینجور. چه میدونم مدل مویی که میدی، مدل ریشی که میدی، حتی لباس و استایلی که میپوشی، دیگه نمیخوای از اون کمتر خودت رو ببینی و باور میکنی اینو. حالا توی
رفتار خب این بدتره. یعنی وقتی که تو همش میای در مورد یه سری موضوعات حرف میزنی، یه تصویری از خودت میسازی و بعد اون تصویره رو میخوای دیگه حفظش کنی، دیگه انگار نباید پشت صحنه رو نشون داد، در صورتی که خب زندگی پشتش این شکلی نیست دیگه، همیشه شکیل و ژرف و نمیدونم دقیق و اینجوری که نیست، به هم ریخته از شلوغ، خیلی وقتا احساس یأس میکنی، یعنی همیشه یعنی یک تصویری اینجوری از خودش آدم میسازه که انگار یک آدم قوی هستی، آدم دقیقی هستی، نمیدونم به مسائل درست نگاه میکنی. حالا نمیخوام بگم این تصویر دروغه ها، نه، میخوام بگم این تمام تصویر نیست، بخش بزرگی از تصویر پشت صحنه است. اون کادر این دوربین کادر بسیار کوچیکیه در برابر کل این چیزی که من الان دارم، جدای از این چیزی که شما میبینید، کل این چیزی که من دارم میبینم. خیلی وقتا هست احساس بدی داری، احساس ناامیدی داری، در یأسی، در انتظاری. و حالا اینو میخوام بگم که من اومدم تو یوتیوب که اینجا بیام خودم رو روایت بکنم، یعنی گفتم دفترچه خاطراتمو بیام با شما بلند بلند بخونم و بنویسم. بعد گیر این افتادم که حالا باید شکیل باشه باید درخور باشه، باید شایسته باشه، باید فرهیخته باشه و این خیلی آفت بدیه. یعنی میدونم توش کمالگرایی و نتیجه گرایی هستا، ولی این تصویر سازیه، این تصویری که آدم از خودش میسازه خیلی وحشتناکتره، خیلی وحشتناکتر از کمالگراییه. واسه همین گفتم که اوکی، چیزی نیست که بخوایم در موردش حرف بزنیم، بیا بریم بشینیم در مورد همین حال و هوامون، اصلا الان چه جوری هستم، الان همین حسه که انگار نمیذاره من بیام بشینم در مورد یه سری مسائل دیگه حرف بزنم، یه چیزی توی من هست، یه اتفاقی داره میفته، یه چیزی رو دارم الان زندگی میکنم، در مورد همین حرف بزنیم. حالا همه این پیش مقدمه خودش 6-7 دقیقه شد. آره، خلاصه این که این روزا خیلی کرختم، این روزا خیلی بیحالم، ترجمهش نمی کنم به افسردگی به هیچ وجه، به خاطر اینکه خوشبختانه من درونن همیشه شادم، یعنی خوشحالم از زندگی، من از اینکه زنده هستم و دارم زندگی میکنم عمیقا خوشحالم، این جای خودش رو خوشبختانه داره همیشه. ولی زندگیم خیلی کرخت شده چون منتظرم. خب بذار اینجا براتون از اینجا داستان رو شروع کنم که خب من 7 سال و نیمه تقریبا که دارم تو ترکیه زندگی میکنم و از اولش هم که اومدم توی ترکیه قصدم توی ترکیه موندن نبوده، یعنی اومدم توی ترکیه که از ترکیه برم حالا به اون کشور دیگه که میخوام، ولی 7 سال و نیم طول کشیده. دلیلش هم این بوده که همیشه یه سری امیدهایی داشتم که منتظر بودم اون امید اتفاق بیفته و این امیدها هی دست منو گرفتن، هی 2 قدم این امید منو کشونده، یه 6 ماه اون امید منو کشونده، 1 سال اون امید منو آورده جلو، تا امروز که رسیدم به 7 سال و نیم و زمان زیادیه. خلاصه از اولش که اومدم اینجا قصدم رفتن از اینجا بوده، حالا هی منتظر یه چیزی بودم، هی مثلا یک موقعیتی پیش اومده تا یه مراحلی پیش رفته، کنسل شده، همینجوری در حالت تعلیق مونده تا رسیدم به امروز. یکی از موقعیتایی که برام پیش اومده اینه که من 4-5 ماه پیش اقدام کردم برای ویزای فرانسه و از همون اول که شروع کردم به اقدام کردن خیلی سریع برام نتیجهش اومد. یعنی من اون مدارکم و اینا رو فرستادم، شاید مثلا در حد 3-4 روز به من ایمیل زدن و گفتن که مثلا تو فلان تاریخ میتونی بیای سفارت کنسولگری که مصاحبه بشی یا نه، و بعدش رفتم مصاحبه شدم و 3-4 ساعت با هم حرف زدن و بعدش به هم گفتن که حالا توی مثلا توی بازه مثلا 2 تا 4 ماهه بهت پاسخ میدیم حتما، حالا چه مثبت باشه چه منفی. چون من یه مراحل مثلا برای استرالیا رفتم که اصلا به این مرحله نرسه، من الان 3 سال خورده فایل نامبر قبولی اولیه مثلا استرالیا رو دارم، ولی اصلا اون دعوت به سفارت یا کنسولگری اصلا پیش نیومده، ولی ردی هم نگرفتم.
ولی خب این قضیه فرانسه خیلی خوب جلو رفت. این قضیه فرانسه خیلی خوب جلو رفت و مصاحبه خوبی بود و همین چند وقت پیش هم خب یه ایمیل پیگیری زدم، چون 2 ماه خورده گذشته بود. یه ایمیل پیگیری زدم که من توی یه همچین اتفاقی برام افتاده و اومدم اونجا و الان مثلا میخوام بدونم پرونده من تو چه وضعیتی، که گفتن پرونده هنوز در حال بررسی و به زودی با شما تماس میگیره. خلاصه اینکه توی وضعیتی افتادم، خیلی وقت توی این وضعیت هستم تو زندگیم، توی این مدتی که اینجا بودم، ولی چون دیگه کاسه صبرم لبریز شده، من خیلی آدم صبوری شدم تو زندگی. من اصلا آدم صبوری نبودم و من اصلا به چی میگن عجول بودن معروف بودم توی اکثر عمرم، که آدم عجولی هستم. این اگه مثلا حتی با خانواده من الان صحبت کنی، چون اونا شناختشون مال خیلی سال پیش از من خیلی وقت از خونه اومدم بیرون، نزدیک 20 ساله. احتمالاً مثلا هنوز در مورد من حرف بزنم میگن آره آدم عجولیه، و بودم واقعا. و هی یواش یواش خب زندگی صبر کردن رو بهم یاد داد. این مدت ترکیه که به شدت یادش گرفتم. حالا این همه قرایی که دارم نسبت به ترکیه میزنم، بعدن که از اینجا عبور کنم، امیدوارم از این مرحله بگذرم، در مورد اثرات شگفت انگیزی که توی ترکیه برام داشت صحبت میکنم. یعنی من ممنون تک تک این روزهایی که بعضی روزاش واقعا سخت بوده برام، به خصوص مثلا این از این 7 سال، این 3-4 سال اخیرش، این حداقل نیمه دومش روزای بسیار سختی داشتم. دیگه همه بچه‌هایی که حالا مهاجرت رو تجربه کرده باشن میدونن دیگه مهاجرت چه سختیایی داره. اون بحث تنهایی، اون بحث جامعه نداشتن به شدت سخته، که برای من در عین درد خیلی اثرات شگفت انگیزی داشت. الان فعلا وسطش هم نمیتونم خیلی در موردش حرف بزنم، بعد ازش عبور بکنم، ولی به هر حال خب دیگه صبرم لبریز شده دیگه. یعنی من برای چند تا کشور تا یک سری مراحلی رفتم و بعد هیچ جوابی نگرفتم. یعنی به یک حالت تعلیق در اومده دیگه، خدا رو شکر، به خاطر اوضاع ایرانیا که همه جای دنیا داریم، هی هم قضیه دوباره تکرار شده. حالا در مورد فرانسه دیگه هم رسیده به اون در واقع اینجا دیگه روی پنجام بلند شدم که این روزها رو بگذرونم. همین که امید بیشتری دارم دیگه، مرحله رفته تا کنسولگری و مصاحبه شدم و حالا دوستای دیگه هم که دقیقاً همین مراحل رو طی کردن با همین پروسه رفتن حالا فرانسه و اینا. خیلی اوضاع برام امیدوار کننده است، ولی صبرم از اون بر پر شده و میدونی همه زندگیم تعلیق شده، همه زندگیم منتظره این که مثل این چیزا دیدی، اسبا دیدید پشت این گیتای میدان دوشون ایستادن که میخوان بدون، منتظر این گیت باز شه و بعد اینا بدون. من تقریبا این 7 سال زندگیم رو اینجوری زندگی کردم، یعنی نه تمامش رو ها، ولی مجموع این 7 سال برای من شبیه یک گیتیه که منتظرم که باز بشه و من بدوم. و این میدونید این انتظاری که پشتش یه انرژی هست، یه پتانسیل هست، خیلی انتظار سختیه. برای همین یکم چیزم کرده، یکم رفتم تو دیدی وقتی منتظر از این هستی که یه چیزی درست شه، این اتفاق بیفته بعد فلان کارو بکنم. اکثر کارهای زندگیم رفته تو این پروسه که بایستم ببینم این چی میشه بعد این کارو بکنم. هر چیزی یا هر تصمیمی که میخوام تو زندگی بگیرم یا هر کاری که میخوام بکنم، منتظر این چیزم، منتظر جواب این فرانسه. برای همین خیلی دوچار چیز شدم دیگه، کندی شده زندگی، دوچار رخوت شده زندگی. یه امید همراه با ترسی تو زندگیم هست، یه امید همراه با انتظاری تو زندگیم اومده، خیلی براش آمادم. با اینکه اونور قضیه هم حالا اگه درست بشه
خودش چالش هایی داره. بالاخره وارد شدن به یک کشور و یک قاره جدیده با یک زبان عجیب غریب. اون چالش های اونورش هم هست، ولی خب دفعه اولم نیست. من میام 20 سال تو زندگیم حداقل مهاجرم، هی از این شهر به اون شهر، از کشورم به این کشور. با این قضیه اوکی هم و پسش برمیام، ولی این انتظاره داره اذیتم میکنه. برای همین گفتم که تو این ویدیو یا حداقل همین قضیه رو بگم دیگه. چرا اون چیزی که داره الان بر من میگذرد اینه. آدمی که منتظر اینه که این گیتر رو براش باز بکنن و شروع کنه به دویدن. حالا امیدوارم که تا سری بعد که میخوام ویدیوی بعدی رو بذارم روی این تامنیل باشه که سفر من داره شروع میشه به فرانسه. شاید هم روی این تامنیل باشه که یه انتظار دیگه هم شکست خورد، یه امید دیگه هم افتاد. نمیدونم، خیلی برام نمیگم فرق میکنه، دروغ نمیگم، خیلی برام سخت میشه اگه اینم نشه. خیلی برام سخت میشه چون صبرم لبریز شده، تایمه برام پر شده. 7 سال و نیم زمان کمی نیست دیگه، وجدانه. خیلی برام سخت میشه. شاید یه ماه بعد خودم رو ریکاوری کنم از اون شکستی که میخورم، بعد خودم رو ریکاوری کنم، جمع جور کنم که دوباره پاشم و برگردم به زندگی. ولی خب اگه اتفاق بیفته شروع یه ماجراجویی جدید دیگه برام. چون من کلا یه آدمیم که بیشتر از 6-7 سال نمیتونم یه جا دووم بیارم. میام هولوش 20 سال اخیرم و همینجوری بودم. مثلا خب خودم که متولد شاهینشهرم، اصفهان، بعدش که دیگه رفتم دانشگاه و سربازی و دیگه سربازی تهران و تهران موندم و 6-7 سال تهران بودم. بعد 6 سال و خورده 7 سال تهران رفتم کرج، دوباره 6 سال خورده کرج بودم و همیشه این آخرای یعنی هولوش 5 سال به بعد که میشه اصلا مهم نیست چه شرایطی اونجا دارم، شرایط خوب. دوست دارم یه اتفاق بیفته، اون محیط رو، اون لوکیشن رو ترک کنم، برم یه جا دیگه از اول. و این قضیه هم که توی ترکیه داره الان خیلی بهم یعنی هولم میده و فشارم میده، واسه اینم هست. من اوضاعم اینجا خوبه، همه چی در امن و امان و آرامشه ها و زندگی من به خوبی میچرخه، ولی خسته دیگه، چیز جدیدی برام نداره اینجا و دوست دارم اون اتفاق جدیده بیفته، دوباره برم یه جایی، یه محیط جدیدی، آدم‌های جدید، فرهنگ جدید، چالش‌های جدید. از چالش‌های تکراری خسته شدم. دلم مشکلات جدید میخواد. چالش‌های جدید میخواد. و واقعا امیدوارم که به زودی این اتفاق بیفته. هر روز تقریبا منتظرم، چون دیگه تو همین حول و حوش باید به من جواب بدن. فقط امیدوارم که جواب اون چیزی باشه که دوست دارم. آره، خلاصه این همه اتفاقیه که یعنی همه اون چیزایی که این روزا تو ذهنم میچرخه، صادقانش پر از هم ترسم، هم امیدم، هم یه هیجانی دارم، هم دوچار یک میدونی روزمرگی شدم. چون من معمولا روزها رو نمیشمارم، ولی این روزا دارم این کار رو میکنم. این روزا دارم مدام تقویم رو چک میکنم، مدام دارم روزها رو چک میکنم، منتظرم. گوشیم 24 پیشمه، حداقل توی ساعت اداری. ذهنم رو خیلی درگیر کرده. بعد عاشق اینم، حالا اینا رو نمیخوام جلو بگم چون اصلا معلوم نیست نتیجه چی بشه. من عاشق اینم که جمع جور کنم واسه سفر. یعنی عاشق اینم که یه مدتی از این آدما نیستم که اهل مدام در سفر بودن باشم. من اینجوری رو دوست ندارم. یعنی کوله پشت چی میگن، خونه به دوش بودن رو دوست ندارم. ولی دوست دارم برم یه جایی، یه چیزی رو بسازم یه چند سال، و بعد وقتی ساختم، حالا اون چیز هم خونمه، وسایلمه، محیط زندگیمه، هم آدم‌هایی که باشون در ارتباطم، اون جمعی که اونجا میسازم، بعد یهو بخوام همه رو بل کنم برم، بعد بخوام همه اون چیزایی که دارم و
از توش یه کوله پشتی انتخاب کنم، بگم اینا رو با خودم میبرم. عاشق این کارم، یعنی با یک حالت بسیار مریضگونه از انداختن اون چیزایی که جمعشون کردم، اون مدت باشون زندگی کردم لذت میبرم. یعنی یه دل تو دلم هم نیست واسه اون لحظه که شروع کنم به این کاره، شروع کنم به بستن این کوله پشتیه، به رها کردن اون چیزایی که اینجا دارم، بالاخره دوستای و آشنایانی که دارم. روزای عجیبی رو دارم سپری میکنم. و اینم بگم که همزمان به اون ور قضیه هم فکر میکنم، یعنی به این فکر میکنم البته از روی تجربه، چون بارها نشده، به این فکر میکنم که نباشه جواب، یعنی رد بشه ویزا و باید دوباره همینجا، یعنی در اوج این خستگی، اینجایی که دیگه به اینجام رسیده، چون به خصوص وقتی که تو یه امیدی پیدا میکنی موقتاً ول میکنی، همه اون خستگی ها رو ول میکنی. حالا باید دوباره جمعشون کنم. اگه این جواب منفی باشه باید همه این خستگی، همه این تکراره رو دوباره جمع و جورش کنم، دوباره براش یه معنا درست کنم و دوباره برگردم به زندگی همین نقطه و از این نقطه دوباره ادامه بدم، حالا تا یک زمان دوباره نامشخصی. و اون خیلی کار سختیه، ولی بهش فکر میکنم، چون اونم میتونه یکی از واقعیت ها باشه، میتونه اتفاق بیفته، هیچ تضمینی نیست. هرچند خیلی سیاهه واسم، ولی میدونم که حالا بعد از 1-2 هفته له شدن میتونم خودم رو جمع جور کنم، میتونم دوباره برگردم به همین نقطه و با امیدواری دوباره زندگی کنم. از در موردی صحبت میکنم، ترسناکه واسم البته واقعیت. امیدوارم که اون اتفاق خوبه بیفته، چون واقعا زندگیم با حالت تعلیق در اومده. دوست دارم این سده بشکنه، دوباره جاری بشم. 7 سال و نیم بسه دیگه، یعنی برای زندگی کردن اینجا، برای تجربه ترکیه زمان کافی بود دیگه، چیزی برام نداره. اهل دعا هم نیستم که بگم برام دعا کنید آرزو کنید، چه میدونم، اهل انرژی هم نیستم. هیچ کاری نکنید دیگه، بشینید ببینیم که چه اتفاقی میفته. احتمال خیلی زیاد تا ویدئوی بعدی مشخص میشه، مثبت یا منفی بودنش، حالا هر کدوم که باشه فرق نمیکنه، ولی تا ویدئوی بعدی که بخوام بذارم، حالا اینجا یا میشینم با لب خندون یا میام میشینم داغون دیگه، و ببینیم کدوم اتفاق میفته. ولی اگه اتفاق بیفته ماجراجویی باحالی با هم خواهیم داشت، حداقل تا یه مدتی، چون سعی میکنم تمام این مسیر و تمام این اتفاقها و تمام این چالشی که حالا پیش رو داریم، اون تا اونجا و اونجا همه رو با هم دیگه باهاتون به اشتراک بذارم، بیام در موردش باهاتون حرف بزنم. اگه هم نشه که دوباره همین زندگی تکراری روزمرگی با حالم اسفلت، اون 1-2 هفته اولش رو زنده ازش بیرون بیام، دوباره برمیگردم به خوشحالی. ببینیم چی میشه.